سلام دوستان عزیز. امروز مایکرافت مود فلان کلنگای دو پیشرفته، فکر کنم یه همچین مودی بود. از اسمش هم همین بود. من دقیق نمیدونم دقیقا مودش دقیقا در مورد چی بود که ولی در مورد همین کلنگای قوی و کلنگای پیشرفته است که قراره بریم و همین دیگه میبینیم دیگه. دوستان ببخشید از یه مشکلی برام پیش اومد دیگه بازم معذرت میخوام. یه مشکلی هست، این مشکلی پیش میاده در مورد گوشیمه. کلنگای نوازی گفتم کلنگای بابا، من گفتم دیگه گفتم آره کلنگه. ببینم میشه اولی سنگی رو بسازیم، چوبی که بدن نمیخواد، چوبی از پارچه بسازیم، سنگیشو بسازیم، پایه سنگیشو بسازیم، سنگی بهتر باشه، سنگیشو بسازیم. میریم پایین یه کسی بیر میساخنه دیگه بشه چون بیاد نرسیدت میکرد. این چی آخه؟ کجا من بردی؟ خب میکنیم اینا میکنیم یه پیککس میکنیم. آره اوکی دیگه همه اوکی. یه کلنگ میسازیم یه بجام سنگان ای بابا خب تیر نمیتونستم سنگات کم از این سنگو میخواد. آی بابا تو ویلمون کن ناموزن چی بابا شوخی نکن با همون بابا. چی آخه با من چاستوزیه چی آخه بایی کلنگی جونش کم باشم مشکل میشه بابا درد سر چرا اینقدر درد سر 8 تا میزنیم. باید گیری دادی ناموسنا چی آخه از این سنگوش چی باز من خود زمان خیلی قدیم مایکرافت الان خیلی وقت مایکرافت گذاشتم. الان خیلی وقت مایکرافت کنار گذاشتم. الان دوباره اومدم باشی الان بزنم سنگا به حضر شو نداریم. چه ویروزت میشه آره اجا مشتاقم برم این اولین کلنگی تیدولی باشه. میکروفونم خرابه اوزی میکروفون برنامه بردم بالا. البته من چه وای همینجا کامل باشی میزنم یه چیز کنم. بذاری خواستش خب من برای چی شما اون بار تو میزه داری وقتی این بار تو میزه هم توپ داره ها سوزیم این پیکسه کمی رو من نمیشه با خودش چیزه ولی دایمندیش هم داره پشم خودش خیلی خفنه. دمیجش میرم هیچ دمیجی این 5 دمیج داره بلده 5 دیگه یارو دیگه سوزنا آره بایی اون من میشه کرفت که من نمیدونستم من میشه کرفت کرد. آنه عجیب وایش اشتباه کردم اینا خودشون چیزه اینا خودش اضافه کردن من یادم رفت. ببینید این از اسمش معلومه اسمشون رنگیه. این همین اسمش سفیده این رنگیه من اینجوری خواهی
وای باشین نکنه این از این سنگ هایی من میسازم نخود دایمندی مثل از این سنگی که من ساختم نخورد اوجه دایمندی از این سنگی که من دارم نمیخورد خب به سنگاش رو ساختم دیگه بابا دیگه یعنی چی خب گیری داد من نمیفهمم دقیقا تا حد نمود از اونجا اساسم اینه چرا گذاشتی اونجا من جزو اینجا ای بابا حد نمود از این چیزا باشه من چرا با همین کلنگ بکنم بیده خب آقا اشکال ناره من نمیدونستم مثلا آقا بیخیالش خب از میریم میکنیم کلی سنگ میخوایم الان هر نقطه میشه یکی بس نقطه میشه خیلی زیاد بود بزنم که من خیلی یاد بزنم بزنم اصلا برمین اولین کلنگ تدودیه روزی کلنگ سنگی بدن خراب بشه تا اون بار روز خیلی یاد بزنم روزی خیلیه روزی از خب من الان همینجوری ادامه نمیدم روزی برم بالا سوزی اینو بخوام اوکی نور از این میخواد بابا یعنی بابا داوردی چتونه بابا دیوانه روانی چتونه ناموسن چتونه یادیه ای بابا این من بلشی هم دختم بابا روانی ناموسن چتونه خیلی سخته که چونم پاره میشه خب آه اشکال نداره اون تا آخرش استواری بود بابا چونم تا آخرش پاره میشه خب اون کونم پاره میشه آخرش دیگه سنگ نیاز چیز میسازم تا بده از این خراب شد داشته باش و دارد باید یکیشم چیز بسازیم میریم پایین تا میتونیم سنگ بزنیم چیه ای بابا بس بینم آقا ما ویدیو هستم که کلی سنگ میزنم آقا من باز یکم زدم خب جمعه بدم بالا جید الان ایش مزده جید زده دو استک زدم دو سه تا کلنگ داشتم هر دو سه تا کلنگ داشتم یکیش واسه کلنگ پیش رفته بود بعد میساختی دو تا داشتم همشون بگاه رفت انگاه کندم این کلنگی دونش کم از من کار نکنم کنش بسازم این ناموزن نامردی آخه مغز کدوم مریضی رسیده نکنین ناموسم دیگه بابا یعنی چی آدم چیز باشه از این باشه هزار تا از این باشه 1000 تا از این ما تو بدم میاد ناموسم خیلی پیک میزنیم و جنگه از سنگ باسدیم نه چطوریان دقیقا فقط دو تا تونستم بخونم بابا بریم که بابا من چیت میزنم بازی چیت میزنیم مجبوریم چیت بزنیم فقط دو تا تونستم بسازم باورم نمیشه فقط دو تا بسازم آجی ده خیلی مجبوریم چیت بزنیم آقا بوده بخشیم چیت میزنیم آقا چیت خیلی واقعا این سخته آقا چی انداختم
با ما از سنگا برمی‌داریم پیکاکس‌ها رو می‌سازیم. ببینیم دقیقاً چه کوفتی اینقدر چیز می‌کنه. خیلی ناموسن چیزه. وای دستک داره. شما نادیده دیگه. خب اوکی شما نادیده دیگه. روزی کش دوره دیگه ناموسن سنگیش می‌کنم بسازیم. ساختم. ای حضرت وای هجی پشماش چقدر میکنه هجی الان تمرین کلی سنگ میکنه واجب الان میریم سراغ کلنگای بعدی هجی خیلی چیز نوزگیر ناموسن گرم خوابه نه چی نمیتونه بکنه اون خیلی چوب باید ببرم هجی این پایین همونجا ادامه کارمون میکنم چوب باید ببرم چوب جوشنم هر شد دادم دیگه من ناموسن چقدر سخت بود ساختم من اینجا با دیگه عمر همینجا باید داشتم با چوب میزدم اینجا با دیگه عمر باید سنگ میزدم که اینجا اوکی چیز میخوام چه حاجاجی میکنم یه غذا میخوایم من دارم پایین کلی بمونم یه گوشم بدبخت شدم لامم که اصلا گوش نمیده ای بابا بدبخت شدم که میخوای نیفتم نمیرم من چرا بی‌احتیاط میرم آجا خوب پایین گوششون میپزم باید یه گروش میپزم جوش کم چیزی با اونجا خورده اینو چه میزدم بازم 100 بهتر یه چوب هم میزنیم ای داماد یعنی میتردم جون کلنگی کم شد دورم کم میشه ندی کم نمیشه بایجی بابا خیلی زیادم زیاده عبازی اوزی چی شد چرا سنگ اوزی سنگ زیاد داریم اوزی باید آهنی باشه که نمیتونه آهن بکنه این فقط میتونه سنگی بکنه آهن باید کنده باشه دیگه نگو که آهن رو نمیده آهن باید بده دیگه میده لکیزو داد باید نمیدم بده باید شب میجایی میزیم چیزشو ندارم واجی این هم میکنه یه دایمانش چقدر بکنه واجی واجی وای لک شد واجی خیلی میکنه ناموس ناموسن خیلی میکنه ای بابا لک شد که اینو شدم نمیش بخورم یه که وای بدبخش وای ناموسا چی شد بیم باش بازو چوب آوردم اینو هم میزیدم بازی داریم آهنش بسازیم خب یه پیاز آهنش بسازیم این اوکی یه بری 6 تا از قیمز بتون بسازیم
این چند تا سه تا من استک میشه چند تا استک میشه. هفتشو داریم بجیم. اوکی هفتشو داریم. چقدر کنم آرن اینجا من اینجا میکنم جلو میکنم آرن آرونه آرون اوکی شو که داریم اوکی اوکی الان داره خوشم میاد. الان دیگه دارم کیش میکنم. زور نمیذارم این ها رو میکنم چوبا رو حال میکنم جوشنم هم شوی کسی دی بدبخش خوزی الان کل این میذارم الان انقدر استون میگیرم مثلا چند دقیقه 16 دقیقه شد. بگید مثلا با زیاده وقتی ویدیو ضبط میکنم خیلی بیشتر رو میده. یه حساب خیلی خوب من داشت هیچی نفسه میکنم خیلی نموخش نموسه ما چید نمیزدم وقت بودم قبول دارین داشت نموسه چید بود میزدم درست نه خیلی به درد میخوره واسه خیلی پیس قبلیه ولی خیلی با چید میزدم نموسه بدون چید نمیشه آجه انقدر با دستون میزدم مثلا اتاقا همین کلنگر میداشتم میتونم یه چیز کنم. کنار منم اگه کن آیران من پایین زمین بکنم چست بکنم اینا رو میخوام یارم بذار تو چکان باید بشه باشه این دو نو حتما میخوام اوکی شان نومساج خوبی باید دست رو بیزاجی از نومساج اینجا دیمان حیفولم نباید دو باشم چیز بگیرم گوشت بگیرم باید برم گوشتم تخصص نمیدونم دیگه مثلا با چی کلن جلو رفتیم نمیشد واقعا بنوشید نمیشد قبول دارید واقعا خیلی با این کندم خودم نیفتم توش چی شو انقدر کند آقا خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو دیدین و الان مثلا من خواهم همین یک سال روزم خیلی طول میکشه بس الان من یک کار دارم بود برم الان همین بیا اکسار تست میکنیم عادتشون در چه حده خب آقا چوبیش من چوبیش اصلا نساختم دقت کردن چوبیش نساختم آورد از چوبیش رو میکنیم ببینیم چقدر بود من مثلا خیلی خوب
چوبیش خیلی خوب بود که اصلا لگ نمیشد. هم زیاد میکردم لگ نمیشد. باشه من باید میزا کلی آیرن بیرون. ای بایی کش اون لباش چوبی رو میساختم. یه سنگه ناموسم با سنگه حال کردم. ناموسم با سنگه حال کردم. خیلی میکند. ناموسم میگستم چقدر اصلا خیلی میکند. حالا جونه آیرونی هاشی ها؟ چی؟ خودتر زمین من نمیکنه. داد گشاد میکنه. باز چی شد دقیقا این؟ خیلی لگ میشه که چی شد دقیقا الان؟ دقیقا چی شد الان؟ بریم اونور رو لایک کنید. اصلا تو که من کلنگوشی ندروتی داشت اصلا چی میشد؟ تو بگی تو چقدر که من تو اینجا اومدم لگم من الان چیزی بزنم دوربینجی بزنم الان رفته با هوا. آقا این چیزی من دوره میزنم تست کنم ببینیم. من اشتباه زدم که باید گشاد کرده چیزی نرفت پایین. آجی اینکه اما سنگی آجی فقط گشاد تره. آبا اینکه همون سنگیه. من میخوام عمقش بیشتر باشه. من نمیخوام گشادش کنم. آجی بریم دایمندی. آجی من همه اشتباه زدم. بیا شدم نه آجی همون اولش باید اینجا شد. آقا لگه آجی دایمندیش نداره نسبت کنم. چی گفتم اصلا؟ ای بابا خیلی لگ شد که یه آیرنی زد یه چوسک هم بابا چقدر ما یه جور عدد هم میاره انگار خیلی کن. ای بابا چیز شد. آها خب آجی آقا یه جای صاف پیدا کنم. همینجا خوب آجی صاف نیکه بره بکن. چی شد؟ ایه نه آیرنی که بهتر بود. ای بابا چی شد خب الان؟ ای بابا بابا میدیستم بعد از مدت ها بالاخره معلوم شد. ببین چقدر کند نوموسه این هم عمرش زیاده. فقط باید ضربه چقدر کند نوموسه. آقا خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدین. لایک و دنبال کردن فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.